شما تمام دخترها را فهمانین، اونایی که حجاب به سر میکنن بعضن و میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گمراه گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان نمیدونن چیکار میکنن. به ایمان منبری، اگر ایمان خطی بنبری با قدر گناه میسوزی، باز خلاص میشی. لیکن آن گوهر ایمان را بردن بسیار خوفی. کسی که از دنیا دین را از دست داد، بسیار ضرر کرد، بسیار ضرر کرد. مخصوصا بانوان ما، زنان خواهران و دختران ما که از دیگر شهرهای به دوشنبه میاد، اقلا مدنیت لباس پوشی خودشان را رعایت کنند. ملت تاجیک را به آب رو نسازید. من میبینم با چشم سرم. بخوای مسلمان شه برای خود میشه جنت میری، میخوای کافر میشی دوزخ میری، برای خود میری. خودت ناله میکنی، خودت بدبخت میشه، خودت رسوا میشه، خودت بی ایمان میشه، خودت شرمنده میشه. آیا کدام کافر آبرو یافته است؟ کدام فاسقی به نماز آبرو یافته است؟ کدام زناگری فاجره آبرو یافته است؟ من همین قانون درباره تنظیم رسم و اینا رو من برای بهتر شدن سطح صفت زندگی مردم ما، این شهروندان عزیز، نه الحمدلله فرزند مسلمان هستم، خانه کعبه را چند بار زیارت کردم که من برای بدبختی ملت خود باشم. منکر شده نمیتونی. آفتاب را به حیله و نیرنگی فرشترکان زمان تا آفتاب را پوشانده نمیتونی. ای دین اسلام، ای حق، قانون خدا را هرگز سترش امکان نداره. چراغ الله، قرآن، نور الله فی الارض، نور خداست در روی زمین. این نور پاشیدگی را هیچ کس انکار کرده نمیتونه. لیکن بدانن که الله تبارک و تعالی چیزی را پیشکش کرده است، اسلام عزیز که مردم نیکبخت میکند، حیات طیبه پاک پاکیزه برای مردم میبخشد. این اسلام است. لخلقك فتجاوز عنا يا الله واغننا يا الله بحلالك. بسم الله يا الله أكبر. ربنا آتنا إلى النور. اللهم إني أسألك يا الله موجبات رحمتك وعزاك. لا يا الله أكبر، يا الله أكبر. هر انسانی که زل سعیهم فی الحیات دنیا، کدام کسانی که کوشش آنها برای حیات دنیا صرف شد، گمان میبرند که انهم یحسنون صنعا، ما کار خوب کرده ایستادیم، نه که والله ضرر دیده ایستادن، فایده ندیده ایستادن.
و قد خرجوا من الدنیا صاغرین منبوذین، در حالت اخیرون از دنیا بسیار خوار و زار و ذلیل میروند. مردش قدر ندارد کسی از قانون خدا برآید، شرف ندارد، آبرو ندارد، رحمت خدا نزولی بالای او نخواهد شد. و صحابهم لعنت الله و غمرهم غضب الله و مات اکثرهم شر موتتی. لعنت خدا، غضب خدا به بالای آنهاست.